سلام بچه‌ها، خوش اومدید به چنل شین آرت. من شایان هستم و میخوایم با همدیگه آموزش طراحی رو شروع کنیم. این ویدیو رو گرفتم تا قبل از اینکه دوره رو شروع کنید یکم با همدیگه صحبت کنیم در مورد طراحی کردن، نقاشی کردن، وسایل مورد نیازش و اینکه آیا اصلا شما میتونید شروع کنید، نمیتونید، به دردتون میخوره. خلاصه میخوایم اول با وسایل شروع کنیم. بچه‌ها من سعی کردم که از وسایل زیادی استفاده نکنم، چون با توجه به این که الان وسایل قیمتش خیلی گرون شده و با خودم فکر کردم، گفتم شاید خیلی نتونن این وسایل رو تهیه کنن. سعی کردم که محدود استفاده کنم از این وسایل. مثل چی؟ مثلا من مدادا رو کلا 3 نوع مداد بیشتر استفاده نکردم. یه دونه B2 استفاده کردم، B4 و B6 توی اکثر آموزش‌ها. و اینکه من دوره رو ضبط کردم، ولی اگه شما نظری دارید یا مثلا طرحی توی ذهنتون هست حتما برام کامنت بذارید و منو در جریان قرار بدید. حتما پیگیری میکنم و اون طرحی هم که شما گفتید رو اجرا میکنم. خلاصه این پس مبحث وسایل. اصلا نگران وسایلش نباشید، چون خیلی وسایل کمی استفاده کردم، یعنی خودتون متوجه میشید. تو این دوره سعی کردم طرح‌هایی که انتخاب میکنم و ساده کنم براتون. یعنی مثلا شما فرض کنید من یه دونه طرح سخت رو میارم براتون، بعد شما اولش با خودتون اینطوری فکر میکنید که من اینو قراره چطوری بکشم، اصلا کشیدن این طرح از من ساخته نیست. ولی نگران این موضوع هم نباشید، قشنگ طرح رو براتون ساده میکنم و حتی سایه هایی که روی طرح ممکنه خیلی خودشو خاص جلوه بده رو سعی میکنم براتون ساده سازیش کنم. مثلا یهو میبینی یکی سبک هایپرال کار کرده، ما از رو همون طرح کار میکنیم، اما سایه ها رو دیگه به سبک هایپرال نمیزنیم. خلاصه این دوره ساده سازی شده و برای عموم هنرجوها مناسبه. یعنی چه شما صفر باشید چه تا نیمه های راه اومده باشید. و اینکه اینم بهتون بگم، نقاشی و طراحی رو میشه به صورت خودآموز جلو برد. یعنی شما حتما نیازی نیستش که داخل کلاس حضوری شرکت بکنید، گرچه کلاس حضوری تاثیرش بیشتره، ولی اینکه شما خودتون هم شروع بکنید زمان بر هست، ولی اینطوری نیستش که شما به مقصد نرسید. بچه یه چیز دیگه بهتون بگم، داخل این ویدیوهایی که من ضبط کردم خب قاعدتا من بهتون میگم که چی کار بکنید، چطوری سایه بزنید، چطوری طرح رو بکشید، ولی شما نباید خودتون رو محدود به گفته های من بکنید و حتما سعی خودتون رو بکنید که اون طرح رو برای خودتون شخصی سازی بکنید. سعی کنید که از روش های مختلفی اون طرح رو بکشید. مثلا بر فرض مثال من اگه بخوام صورت گربه رو بکشم، اول برای خودم یه دونه دایره میکشم که اجزای صورت گربه رو اون داخل جا بدم. ولی شما بیاید امتحان بکنید، چه میدونم با خطای مختلف اون صورت رو در بیارید برای خودتون. یعنی اینطوری نباشه که شما به گفته های من تکیه بکنید و تا آخر دوره رو فقط با من پیش برید. هیچ بایدی در طراحی و نقاشی نیست و اینطوری نیستش که اگر من گفتم فلان کار رو انجام بدید شما کار دیگه ای به غیر از حرف من رو انجام داده باشید اشتباه باشه. نه، اصلا اینطوری نیست و شما باید سعی بکنید که خودتون سبک خودتون رو داشته باشید. اصلا همین کاراست که طراحی رو جذاب میکنه. اگه قرار باشه هممون مثل هم دیگه طراحی بکنیم که دیگه جذابیتی نداره. هر کس باید سبک خودش رو داشته باشه. من سعی میکنم مهارت طراحی کردن رو به شما آموزش بدم تا شما بتونید سبک خودتون رو پیدا بکنید و مطمئنم که اگر با من پیش برید قطعا موفق میشید که مهارت پیدا بکنید و سبک خودتون رو پیش ببرید. بچه‌ها بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم. اگه میخواید داخل این دوره شرکت بکنید حتما زنگوله چنل رو فعال کنید تا هر وقت من ویدیو جدید گذاشتم از اون مطلع بشید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. خیلی به حمایتتون نیاز دارم. اولین دوره‌ایه که دارم ضبط میکنم و اگر حمایت بشم واقعا باعث دلگرمیمه و باعث میشه که ادامه بدم این روندو. از این دوره راضی بودید حتما لایکش بکنید و اینکه برام کامنت هم بذارید اگر پیشنهادی دارید برای این دوره. بیشتر از این مزاحمتون نمیشم، منتظرتون هستم. خداحافظ.